احترام، معامله عقداداری، معامله پسر پدری، معامله پدر و پسر، معامله زن شوهر، حتی معامله همکار، خواه همکارای تجارتی خواه همکارای سیاسی. عامل اساسی ادامه یافتن تمام مناسبت و معامله این احترام است. احترام از بین رفت، اون معامله از بین کنده می شود، اون رشته، اون بند کنده می شود تمام. چه عقداداری باشد، چه فرزندی پدری باشد، چه همسایگی باشد، چه رفیقی و دوستی باشد. ولی هم رفیق دوستی نزدیکترین رو دو بار تحقیر کن، بعد ببین چیکارت میکند. باید انسان فراموش نکنه، این نکته رو هرگز فراموش نکنید. یعنی دویم چه مناسبت زن و شوهری باشد، چه مناسبت پدر و پسری باشد، این در اساس احترام دوام می‌یابد، با برکت میشود، کامیاب میشود و کامیاب میشوید در تربیت فرزند. خب وقتی که تماس نمیگیرید سالش قطعی یا ماهش قطعی، یا تماس میگیرید یک صحبت دخلانه میکنید، خب دیگه حتمی به خیانت میرود. چرا به خیانت میرود؟ از تو ناامید میشود، از شوهر ناامید که شد، بعد به کسی، به مرد دیگری امید میبندد، بعد میرنجید که ها چرا زنی من خیانت کرد. بخاطر خیانت نکند. شما قبل از همه خیانت نکنید، حلال بروید، حلال و پاک و پاکیزه بیایید، از مقصد و هدف اساسی بیرون نشوید. مقصد و هدف اساسی چی است؟ چور پول و پیسه جمع کردن، زندگی رو بهتر کردن برای فرزندان و برادران و یعنی حتی خویش اقربا، حتی برای محله، و این مقصد اساسی بود. از همین دور نروید، شیطان غافلگیر نکند، شیطان بر راه بد نبرد. وقتی که از هدف اساسی، مقصد اساسی دور نرفتید، کامیاب و موفق میشوید. وقتی که از هدف اساسی رو فراموش کردید که به خاطر چی اومده بودید، بعد این طرف و اون طرف و چند طرف، هم خود رو بدبخت میکنید، هم زن و فرزندان خود رو بدبخت میکنید. بدبخت شدن زن و فرزند شما از شما وابستگی دارد. این یک طرفی. مثلا طرف دیگری، مثلا با زنای محترم، با مادرها، با همسرها، زنایی که همسران و شوهراشون در مهاجرت مهنتی است، همچون رئیس شورای علما یا به اصطلاح مردم همچون مفتی جمهوری، و این زنایی که شوهراشون در مهاجرت مهنتی هست، چند هزار کیلومتر در اون سردی، اونا به خاطر شما رفتن. از روی انصاف نیست که شما به پروا باشید در تربیت فرزند. حالا به هر راهی که رفتید، بچی بعد اون فرزند شما بر برکت می شود. از اون فرزند بعد شما یک بوی امید دارید. باز وقتی خیانت کردید، خانه اتون رو، زندگیتون رو حرام کردید، زندگی رو حرام کردید، خانه رو حرام کردید، خانه اتون رو حرام کردید، بعد از اون فرزند و از اون شوهر و از اون یعنی از اون محیط و از اهل خانواده بعد شما برکت و عزت میابید، احترام میابید. نه، بعد میبرند در بیسویم خونه میپرتویدن. 4 5 8 فرزند میبرند مادرها رو در بیسویم خونه میپرتویدن. سالش قد سراغ نمیکنن. برای چی؟ چرا همین جگرگوشه‌های همین مادر بردن پرتافتن، سالش قد سراغ نمیکنن؟ دیگه حرام، خیانت کردگی است. زندگیش رو به برکت کردگی است، خونهش رو حرام کرده است، خونهش رو به برکت کردگی است. برای همین قد یک خس قدرت نمیموند. خیانت انسان رو بی قدر میکند، بی قیمت میکند، نحس میکند، کسرت میکند، کسافت میکند، بی برکت میکند، بی قدر میکند. نروید به خیانت هیچ وقت، در هیچ شکل، در هیچ صورت. وقتی که انسان به خاطر خدا از حرام، از هر چیزی، از ظلم، از ستم، از خیانتی دست میکشد، به خاطر خدا، خداوند عزوجل چند برابر اونی که خواهش نفسش بود نکرد به خاطر خدا، از ترس خدا و امید از رحمت الهی، پروردگار برای اون چند صد برابر اجر و پاداش و خیر و برکت و عزت و سعادت و حلاوت و راحت و لذت میدهد. از انام فرزندو ولی از شوهر آسودگی ندیدید، به حرام نروید، به خیانت نروید. و خیانت که نرفتید، از همون فرزند یا همون شوهرت که از او هیچ شوهرت آسودگی ندیده ای، از همین فرزندانی همون مرد که دارید فرزند، همین فرزندان شما رو بالای چشم دیده در اون تا 100 سالگی بود
یا از زیاد یا کم بالای چشم دیده همچون مادری پاک دامنی با عفتی با عزتی با برکتی با سعادت انا اون فرزنده و نبیرگانت بالای چشم دیده میبردارند. رو فراموش نکنید که متاسفانه گناه هست که انسان رو بی برکت میکند، گناه هست که انسان رو ناکام میکند، گناه هست که انسان رو مسلمان رو خار و ذلیل و زیر پا میکند. هیچ وقت به گناه نروید، خانه با برکتی خود رو نحس و کسرت و کثافت و بی برکت نکنید و همیشه شب است روز است، خصوصا ما در ماه شعبان قریب رمضان قرار داریم، همیشه دعا کنید پروردگار و شوهر من در چند هزار کیلومتر دور با همین لهجه خود با همین زبان خود، شرط نیست که یک جمله ها یعنی مرکبی دیگر پیچیده دیگر نه، عادی ساده با لهجه خود پروردگار و شوهرم چند هزار کیلومتر برای ما رفته است، جان کنده است، زحمت کشیده است، محنت دارد، عذاب میکشد از فرزندان، از ما دور، از خانه دور، در سردی و در دیگر پروردگار رو حفظش کن، از حرام حرج نگاهش بدار، در محنت و زحمتش برکت عطا فرما، سالم با برکت با عزت به نزد ما بر بگردان. دعا مغز عبادت است. این دعا شما و هم شوهر شما رو عزتمند میگرداند، با برکت میگرداند. برای همین همیشه چی شوهر در حق زن و چی زن در حق شوهر همیشه باید دعای خیر برکت بگوید. پروردگار میگوید که استعیذوا بالله و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شما با همسران خود با شوهران خود مناسبت نیک داشته باشید. مبادا اگر یا این زن یا که این شوهر یکدیگر رو اگر بد دیدید، شاید پروردگار در همون زنی بد دیدد یا همون شوهری بد دیدد خیر و برکتی رو داده باشد که شما غافل نمونی، محروم نشوی. برای همین مادامی که نکاح هست باید که طرفین خیرخواه همدیگر و دعاگوی همدیگر در حق همدیگر دعای خیر و برکت و عزت و یعنی سعادت، عزت و سعادت طرفین رو باید همیشه تمنا و طلب کند.